حکومت روسیه و طالبان در افغانستان آخر ماه می یک سازشنامه همکاری امضا کردند و حالا این سوال مطرح است که سازش نوی مسکو و طالبان دیگرگونی جدی در همکاری‌های دو طرف است یا تنها یک اقدام رمزی. بخش مرکزی رادیو آزادی این موضوع را تحلیل کرد و خلاصه این را پیش از برنامه از همکارم کیومرث عطا پرسیدم. طاهر، یادداشت همکاری‌های نظامی تکنیکی می‌تواند که از فروش سلاح تا آموزش و نگهداری حمل و نقل و کمک‌های فنی را در بر گیرد، ولی جانب‌ها تاکنون متن یادداشت را نشر نکردند و درباره آن تفصیلات نمی‌دهند و کمبود معلومات به کارشناسان امکان نمی‌دهد تا روشن کنند که دو طرف به یک تغییر واقعی در روابط نظامی وارد شدند یا سازش نو تنها معنای رمزی یا سیاسی دارد. کارشناسانی که بخش مرکزی رادیو آزادی با آنها صحبت کرده است میگویند که با نظرداشت جنگ دوامدار در اوکراین و تاثیر تحریم‌های فلج کننده غرب، توانایی روسیه برای گسترش همکاری‌های نظامی با طالبان محدود است. از جمله حمید حکیمی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک گفته است روسیه از جهت اقتصادی زیر فشار سخت است و نمیتواند به حکومت طالبان کمک بی‌پول یا رایگان نظامی رساند. و در نوبت خود به گفته او حکومت طالبان هم ذخیره کافی پولی یا مالی ندارد تا تجهیزات زیادی نظامی روسیه را بخرد. رسلان سلیمانوف، کارشناس روس، در صحبت با نشریه مستقل اینسایدر که قرارگاهش در لاتویا است گفته است که این سازشنامه بیشتر پیام سیاسی دارد تا دستگیری نظامی مسکو از طالبان. گروه مذکور که فعالیتش در چند کشور ممنوع است از سال 2021 و بعد از بیرون رفتن نیروهای آمریکا با مشت آهنین افغانستان را اداره می‌کند. این گروه افراطی تا اندازه به این کشور جنگ زده در همسایگی تاجیکستان آرامی نسبی آورده، ولی بسیاری از مردم مخصوصا زنان را از حقوق بنیادیشان محروم کرده است و روسیه یگانه کشور جهان است که حکومت طالبان را به عنوان حاکمان قانونی افغانستان به رسمیت شناخته است. و روسیه بیشتر از خطر شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به روسیه و هم به کشورهای آسیای مرکزی بسیار نگران است که این گروه در افغانستان هم فعال می باشد. از همکارم کیومرث عطا همچنین پرسیدم روسیه در این زمینه با طالبان چی کار می کند؟ رئیس خدمات امنیت فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف روز 26 می امسال هشدار داد که شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یکی از فعالترین و خطرناکترین سازمان‌های تروریستی در افغانستان میماند. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله را به یک تالار کنسرتی در نزدیکی شهر مسکو در سال 2024 به عهده گرفته بود و در آن حادثه قریب 150 نفر کشته شدند. سخن البته درباره تالار کراکوس می رود که با گمان تشکیل و نقشه‌ریزی و اجرای حمله اساساً شهروندان تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند، اگرچه در قضیه آنها بعضی شبهه و ناباوری ها همچنان باقی است. این از یک طرف. از سوی دیگر مسکو تلاش دارد که خود را همچون نیروی مقاوم در برابر سیاست غرب نشان دهد. در جریان نشست امنیتی که روز 27 می امسال در مسکو گذشت، سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه از کشورهای غربی خواست مبلغ‌های حکومت افغانستان را در بانک‌های خارجی آزاد کنند و عاقبت به گفته او حضور 20 ساله خود را بپذیرند. پیش از این در روز 14 می همین شویگو در نشست امنیتی منطقه‌ای در قرقیزستان گفته بود روسیه با طالبان گفتگوی سودمند را به راه مانده است. دبیر شورای امنیت روسیه همچنین با اشاره به نگرانی‌های مشترک امنیتی و ثبات منطقه‌ای گفت مسکو با کابل شریکی کامل حقوق را تقویت خواهد داد، ولی او شرح نداد که این شریکی از چه ها عبارت خواهد بود. همکارم کیومرث عطا درباره یک سند همکاری بین روسیه و طالبان صحبت می‌کرد. اونگونه که او گفت این گروه تندرو ماه اوگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در افغانستان به دست گرفت. از آن زمان تا کنون هیچ یک از کشورهای جهان به جز از روسیه حکومت این گروه را که خود را امارت اسلامی افغانستان مینامد به رسمیت نشناختند. حکومت تاجیکستان هم تا کنون طالبان را همچون حکومت اعتراف نمی‌کند، اگرچه دو طرف داد و گرفت‌های تجارتی دارند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.